آقا سلام، تازه از خواب بیدار شدم و امروز دیگه قرار مشکی و واقعا مشکی کنیم، چون چند روز قبل قرار بود توی لایو مشکی کنیم، ولی هم لایو کیفیتش پایین بود، هم سرعت اینترنت مشکل داشت، وی پی ان هم قطع و وصل میشد و کلی مشکل داشتیم. واسه همین یه چند روزی گذشت و امروز قرار ویدیوشو براتون بگیرم. یه سری وسایل نداشتم اون روز که امروز خریدم، مثل رنگ بر، یه اسپریه که شما میزنی به قسمت انجین و کل رنگ قبلی رو کامل مثل پوست کنده میشه و شما میتونید رنگ جدید رو بزنید روش. رنگی که دفعه قبلی داشتم رنگ ضد بنزین بود ولی ضد حرارت نبود، برای همین یه دونه رنگ ضد حرارت ضد بنزین مشکی هم خریدم برای قطعات انجین که حرارتشون میره بالا و خب اگه رنگ قبلی بود میسوخت، یعنی بهتر که نتونستیم دفعه قبلی لایو بذاریم. یه نکته هم راجع به کدهای رایگان بگم و بریم که مشکی رو بهتون نشون بدم. کدهای رایگان توی این ویدیو تعدادشون زیاده، هر کد 7 رقمه و اون رو باید توی اینستاگرام اسنپ درایور ارسال کنید، یعنی کد رو میفرستی به دایرکت اینستا و بهت امتیاز داده میشه. تعداد کدها خیلی زیاده، هم یه نفرتون میتونه همه کدها رو برداره و همین که هر کسی یه کد برداره اون دیگه به خودتون مربوطه و من دخالتی نمی کنم. تعداد کدها امکان داره حتی 100 تا هم باشه، یعنی ثانیه به ثانیه این ویدیو شاید یک کدی داخلش بود. باید دقت کنید و خلاصه که پیداشون کنید دیگه. گفتم هم یه نفر میتونه هر 100 تا امتیاز رو برداره و همین که 100 نفر میتونید نفری یه امتیاز بردارید. آیدی اینستاگرام این بالا براتون میذارم و کدها رو شما وقتی پیدا کردی میفرستی اینجا به حروف کوچیک و بزرگ و اعداد فارسی و انگلیسی حساسه، یعنی دقیقاً همون چیزی که این وسط الان یه بود، دقیقاً همینی که اینجاست رو باید بفرستی. بریم که مشکی رو بهتون نشون بدم. قرار امروز شاسی و انجین موتور مشکی رو به صورت کامل مشکی کنیم. برای شاسی از این رنگ استفاده میکنم و برای انجین باید از رنگ مشکی نسوز استفاده کنید. برای اینکه این کار رو انجام بدیم قبلش باید زین، باک و تمام قطعاتی که کنار شاسی باز بشه تا بشه شاسی و کامل رنگش کرد. قطعات انجین هم قسمت بالا و قسمت پشتش من باز کردم و گذاشتم کنار، بقیه‌اش هم روی کار قراره رنگ کنیم. از قبل من پیچای زین و باکو باز کردم تا راحت‌تر در بیاد. بعد از اینکه اینا رو وردارم شما زیرش می‌بینید که چقدر وضعیت انجین و شاسی این موتورم مشکل داره. زین رو برداشتم. این زین البته باید تلق و کمربند تکچرخ هم بعدن روش نصب بشه. باکی هم که روی این موتور نصب شده یه باک مشکی رنگ طرح CB. زیر باک شما وضعیت شاسی رو دارید میبینید. قسمت‌های زیادی از شاسی زنگ زده، برای همین باید کامل سنباده بخوره تا قسمت‌های زنگ زدهش بریزه. گلگیر عقب هم باید باز بشه، دو تا پیچ اینور و اونورش داره و دو تا پیچ هم کنار هواکش داره که باید این دو تا رو باز کنیم تا گلگیر عقب کامل در بیاد. البته بعدم فهمیدم نیازی هم نبود، میشد همونجوری هم رنگش کرد. بعد از اون باید قسمت کمک‌های عقب و اگزوزم باز بشه. قرار کمک‌های عقبم رنگشون رو مشکی کنم یا اینکه کمک‌ها رو کامل عوض کنم. اینم از وضعیت کمک‌ها که واقعا داغونه و بوشای کمک کاملا اومده بیرون. این از وضعیت مشکی تا اینجای کار. یه سری از قسمت‌های شاسی رو همینجوری رنگش کردم و واسه باز کردن اگزوز هم شما باید دو تا پیچی که به انجین و یه دونه پیچی که به تن داره رو کامل بازش کنید تا بتونید اگزوز رو از شرش راحت بشید. برای اگزوز این موتور هم قراره یه دونه اگزوز قهرمانی چرخشی روش نصب کنیم. البته رنگش رو شما انتخاب می‌کنید. یه قسمتایی از انجین موتور رو قبلش باز کردم که روش تستی امتحان کنم ببینم رنگی که میزنیم مثلا خوب در میاد یا نه، چون اگه قرار خوب در نیاد بدم یه رنگکار اینو برام انجام بده. قبلش باید قطعه رو کامل تمیز کنید و با اسپری رنگبر بزنید که رنگ‌های قبلیش از روش کامل بره. این اسپری رو شما بهش میزنی و چند دقیقه بهش وقت میدی تا رنگی که قبلا روش بوده و اون کثافت و جرمی که روش مونده کاملا مثل یه لایه برداشته میشه و بعد شما میتونید رنگ بعدی رو روش بزنی. البته که من دو دفعه رنگش کردم، یه دفعه رنگ کردم وایسادم کامل خوش شد و دوباره روش یه لایه دیگه رنگ زدم. این قسمت انجینم می‌خواستم کامل بازش کنم ولی دیدم همینجوری هم میشه رنگش کرد. برای همین رنگبر رو روی انجین سوار شاسی بهش زدم و وایسادم تا اینجوری حباب بزنه و رنگ قبلی و اون جرم و روغنی که روش بود کامل بره. اینم از وضعیت قسمت بالایی انجینه که بعد از یه لایه رنگ خوردن روش رنگ انجین و رنگ شاسی رو کامل مشکی کردم تا به اسمشم بیاد. تا داشت اون قسمت قبلی که رنگ کردم خوش میشد یه قسمت دیگه از انجین رو باز کردم تا کامل تمیزش کنم. دوباره از همون اسپری رنگبر روش زدم تا همین چربی‌ها و کثافتی که روشه کامل بره. همین که اون قسمت زیرش کامل تمیز بشه تا رنگ تمیزی بتونم روی انجین بزنم. این از وضعیت انجین بعد از اینکه رنگبر بهش خورده و لایه‌های رنگو می‌بینید که جدا شده. برای همین باید یه سنباده هم بخوره و بعد با مسواک کامل تمیز بشه تا بشه رنگ روش سوار بشه. اینم از وضعیت انجین بعد از اینکه یه لایه رنگ خورده. یه قسمتایش می‌بینید که هنوز رنگ نخورده و دوباره باید
رنگش کنم. در کل انجین و شاسی مشکی یه رنگ خیلی خوبی گرفته، با وجود اینکه من دفعه اولم بود که داشتم رنگ میکردم. اینم از آخرین قسمت رنگ کردن شاسیه که چون سیم کشیش هم قرار کامل عوض بشه دیگه بهشون نیاز نداشتم و رو کار رنگش کردم. اینم از پایان کار رنگ کردن موتور مشکی. قسمت زین و باکو فعلا نصب نمی‌کنم چون قرار سیم کشی موتورم کامل عوض بشه و یه باتری هم این موتور نیاز داره. ولی خب قسمت رنگ کردنش تقریبا تمومه به جز کمک‌های عقب که اونا رو هم می‌خوام مشکی رنگ کنم. هر چیزی که می‌خواید روی این موتور نصب بشه بخرم یا روش انجام بدم کافیه که کامنتش کنید. اینم از وضعیت دو تا قطعه‌ای که بعد از 2 بار رنگ کردن روشون این شکلی شده. اینا رو هم قراره اون سمت مشکی ببندم، ولی خب چون هنوز وایسادم تا قسمت انجین خوش بشه دستش نمیزنم تا فردا. برای لوازمی هم که از مشکی و موتورهای قبلی باز شده و گفتید اونا رو هم بده به ما، این لوازم تا الان موجوده. یه دونه باکی، البته یه باکی دیگه هم هست، میشه 2 تا باک، 3 تا ترک، یه دونه زینه و 3 تا اگزوز تا اینجای کار. آقا لوازمی هم که از موتورهای قبلی و این موتور مونده تقریبا خیلی‌هاش سالمه و یه سریاش واقعا نوعه و به دردتون مطمئنم که میخوره. چون خیلی‌ها پیام دادید که اینو بده به من، گفتم من انتخاب نکنم که دست خودتون باشه انتخابش. هر کسی که از این به بعد زیر ویدیوهای بلند یوتیوب ما کامنتش بیشترین تعداد لایک رو بخوره حق انتخاب داره، هر دفعه یه دونه از این وسایل برای خودش برداره. مثلا الان یه دونه باک اینجاست، یه دونه باک هم توی پارکینگه که میشه 2 تا باک، یه ترک اینجا یه ترک اونجا، 2 تا ترک جفتش نوع تقریبا و یه ترک مشکی رنگ هم که از موتور قبلی مونده میشه 3 تا ترک. چند تا قاب بغل انژکتوری اینجا دارم، یه دونه زین اینجا هست که البته بخوام تحویلتون بدم روکش میخوره، ابر میخوره و نوع تحویلتون میدم. این اگزوزی که الان از رو موتور باز شده، خب قرار نیست من اینو دوباره رو موتور ببندم و اگزوز قهرمانی از این چرخشی‌ها قرار روش بسته بشه، واسه همین این اگزوزم میتونید داشته باشید. همونطور که میبینید اگزوز خط و خش داره، سالم نیست ولی کار میکنه همچنان. اینم از فشاری که به این اگزوز اومده. خلاصه که از این به بعد هر چی از وسایل مشکی و 3 تا موتور قبلی که باز شده و فابریک و قابل استفاده است رو میخواید، کافیه که کامنتتون زیر پست همین ویدیو و بقیه پستایی که داخل یوتیوب گذاشتن بیشترین تعداد لایک رو بگیره. اون موقع هر کدوم از این قطعات رو خواستید میتونید انتخاب کنید. این از وضعیت مشکی تا اینجای کار که دیگه کارم امروز باهاش تمومه. انجین یه رنگ خیلی خوشگل بهش خورد، شاسی همینطور و کمک‌های عقب رو نصب نکردم چون هم این بوش وسطشو نداره، واسه همین شاید باید کمک‌ها عوض کنم کامل. همین که اگه دیدم درست میشه باید رنگ این قسمت وسطشو درستش کنم، واسه همین فعلا کمک‌های عقب نصب نشده، زین موتور و باک هم نصب نشده چون قراره سیم کشی این موتور کامل عوض بشه از اینجا تا اینجا و بعدش دوباره قطعات میاد روش. کارهای اصلیش مثل رنگ کردن شاسی و انجین و تعمیر انجین انجام شده، فقط سیم کشیش انجام بشه دیگه. بقیه کارها فقط میشه تعویض قطعه و هر چیزی که بگید رو میخرم و روش نصب میکنم. تموم شد و رفت.